این خودرو رو کارکرد 40,000 کیلومتر به ما مراجعه کردن که ببینید برای تعویض روغن گیربکس باید باتری برداشته شه، هواکش فیلتر هوا برداشته میشه، خنکان اینجا قرار گرفته. این خنکانه که ما تا قبل از این تو اویل پلاس نداشتیمش و خدمتتون میگفتیم که اینو تهیه کنید و تشریف بیارید، ولی الان جنس اورجینالش توی اویل پلاس موجوده و براتون سرویسش انجام میدیم. داخلش رو می‌خواستم بهتون نشون بدم. ببینید شیارای بسیار باریک داره که از این دو تا سوراخ این زیر روغن میره داخل و از این دو تا سوراخ این بالا هم آب گردش میکنه این داخل. ببینید پره‌های بسیار ریزی هستند که آب و روغن رو از هم تفکیک میکنن. این پره‌ها هر کدوم خورده بشن باعث میشه که آب و روغن قاطی بشه و گیربکستون مرخص میشه. این قطعه قیمتش 4,200,000. پیشنهاد میکنم به جای اینکه هزینه 100 میلیون تومانی بابت گیربکستون بدین، رو 40-50 هزار کیلومتر یک بار این رو